اگر این فیلم رو می‌بینید معناش اینه که من بازداشت شدم. آقای خامنه‌ای، من به عنوان کسی که هیچ مسئله شخصی با حضرت علی ندارم، من دلسوزانه میخوام عرض بکنم شما مسئول و سرپرست اول همه این ملت هستید. آیا منطق قرآن ایجاب نمی‌کنه که حضرت علی اول از کشور خودتون شروع بکنید؟ باور بکنید الان ملت در صداقت حضرت علی تردید دارن در این که میگید که ما به خاطر مبارزه با ظلم و استکبار در فلسطین حضور داریم. چرا که میگن که اگر واقعا دغدغه ظلم هست، بسم الله این همه ظلم، شما الان اینا رو میبینید اینجا حاشیه شهر کرمانشاه هست، اصلا فقط 10 دقیقه با استانداری فاصله داره، بیرون از شهر نیست اینجا. این ملت اگر از شما راضی نباشن، این ملت اگر بناس تو این فلاکت زندگی بکنن، اگر با شما همدلی نکنن، آیا جز اینه که شما با این سیاست هاتون بزرگترین ضربه رو به نظام زدید و بزرگترین تضعیف رو کردید؟ والله بالله تالله منتقدین نیستن که نظام رو تضعیف میکنن. این تصمیمات غلط حضرت علی و مسئولین زیر دست شما هست که مردم رو ناامید کرده، مردم رو مستعسل کرده. در این شرایط چجور میشه از این ملت انتظار داشت که بیان پای صندوق رأی و رأی بدن به سیاست هایی که اونها رو بعد از 45 سال به این روز انداخته؟ شما خودتون گفتید که اگر نظام اسلامی عدالت رو نتونه مستقر کنه، مشروعیتش رو از دست میده. الان از نظر مردم شما نتونستید عدالت رو مستقر کنید. آقای خامنه‌ای، من واقعا این سوال رو که دغدغه خیلی از ملت هست از شما میپرسم. اگر امر دایر بشه بین محو اسرائیل و حفظ این ملت، کدوم رو انتخاب میکنید؟ حاضرید این ملت رو فدا بکنید تا اسرائیل مثلا از روی زمین نابود بشه، یا نه حاضرید از محو اسرائیل بیخیال بشید ولی این ملت حفظ بشه؟ اگر واقعا حفظ نظام از اوجب واجباته، بسم الله عدالت رو جدی بگیرید، این فساد رو ریشه کن کنید، رو این مسئله بایستید، بگید که ملت من باید طعم شیرین عدالت را بچشد و این محور سیاست گذاری منه، حتی اگر لازم باشه در سیاست هام نسبت به مسائل پیرامونی کشورم تجدید نظر بکنم. وگرنه مطمئن باشید که بزرگترین تضعیف کننده نظام سیاست های خود حضرت علی است. اگرچه میدونم این عمدی نیست، شما نیت بدی ندارید، ولی سیاست هاتون داره ریشه نظام رو میخوش کنه. شما این آمارها رو دریافت نمی کنید؟ از سطح ناراحتی مردم خبر ندارید؟ حتما باید مردم بیان توی خیابون جو به خون راه بیفته تا متوجه بشید.